کلیسای رستاخیز مسیح، معروف به کلیسای ناجی در خون ریخته شده. این کلیسا در سن پترزبورگ روسیه است. همان بنای بسیار معروف کنار کانال گریبایدوف و نزدیک خیابان نوسکی. اما داستانش، این کلیسا دقیقاً در محلی ساخته شده که تزار الکساندر دوم در اول مارس 1881 در یک سوء قصد به شدت مجروح شد و جان باخت. به همین دلیل نام در خون ریخته شده رو گرفته است. ساخت بنا از 1883 تا 1907 طول کشید و به فرمان پسرش الکساندر دوم انجام شد. از نظر معماری هم چیزی که احتمالاً در سفر توجه بازدید کننده ها رو جلب میکنه همین ظاهر بسیار متفاوتشه، برخلاف بسیاری از کلیساهای سن پترزبورگ که تحت تاثیر معماری اروپایی غربی هستند. این بنا عمدتاً با الهام از سبک سنتی روسی طراحی شده.